این قسمت به سراغ مصر می رویم. ما شما را در کنار رود نیل از اهرام ثلاثه به اسکندریه و از رودهای پیش در پیچ دلتای نیل به قاهره پایتخت مصر می بریم تا در 1000 توها چرخی بزنیم و از موزه های حیرت انگیز مصر دیدن کنیم. بعد به سراغ فلوکر و آنگاه به قسمت بالای مصر می رویم و از معبدی دیگر حرکت می کنیم و از اقصر، ادفو و ابو سمبل دیدن می کنیم. هر جا که بتوانیم از فرصت برای بازدید دومینو استفاده می کنیم. از صحراها نیز خواهیم گذشت و به دریای سیاه می رویم تا بتوانیم سرزمین رویای مصر را به طور کامل کنکاش کنیم. قاهره. به محض آنکه خورشید طلوع می کند، مه صبحگاهی همچون توده ای از دود شهر را فرا می گیرد. مدیریت شهر بزرگ قاهره با وجود 18 میلیون نفر ساکن بسیار سخت است. اهرام ثلاثه مصر یکی از 7 عجایب باستان هستند که تا به امروز پابرجا مانده‌اند. این بنا با بیش از 2 میلیون تکه سنگ ساخته شده است که هر کدام وزنی معادل 2.5 تن دارند. در سمت چپ مدرسه سلطان حسن قرار دارد که شاهکار دوره مملوک به حساب می آید. خیابان ققنوس تنها خیابانی است که به معبد اوپت ختم می شود و در کنار مجموعه کارناک است که 3 کیلومتر از خروجی شمالی شهر فاصله دارد. چون ساخت مقبره ها هیچگاه تمام نشد، می توان این هنر را در اوج سقوط دید. چرا که هیچ نقاشی نمی تواند باعث شود که نظرها از مجسمه بزرگ در 2 طرف ورودی برگردد. اکتشافات اخیر در مقبره ها باعث شده که بازدید کنندگان نحوه نگهداری از این مقبره ها را بستایند. تاوسرت برای راحتی خودش مقبره‌اش را بزرگ ساخت. این مقبره که 110 متر عمق دارد از عمیق‌ترین نقاط دره است. این هم مجسمه مومیایی سینخته، یکی از فراعنه بزرگ مصر. اما مقبره حتشبسوت به شدت ساده است. قطره‌ای که روی آن آویزان است قدرت و تازگی خاصی به آن بخشیده است. اما سادگی این مقبره ها نشان می‌دهند که پیدا کردن مقبره های بکر چقدر سخت است، چرا که بسیاری از مصالح ساختمانی بی‌پروا برای اهداف دیگری استفاده شده‌اند. در کلیسای انوبیس تصاویر نزورات و هدایا با رنگ‌های زیبایی نقاشی شدند. آنها در سمت راست ایوان کلیسایی ساختند تا هاتور را گرامی بدارند. موضوعات مربوط به خدایان و کفار هیچگاه در این مقبره ها در هم آمیخته نمی شوند، چرا که پادشاهان مصری علاقه داشتند که مقبره هایشان ابدی شوند. بر اساس نقل قولی از هرودوت این سرزمین هدیه‌ای از نیل است. اگر این رود نبود قطعاً کویر کل منطقه دریای سیاه را فرا می گرفت. هر روز صبح بلندترین رود جهان بلند می شود و آرام و موقر به راه می افتد. رود نیل که همچون استخوانبندی تمدن باستان است، اساطیر دینی زیادی را به وجود آورده که خدای خاصی را به آن نسبت می دهند. به خاطر سوء استفاده از محیط زیست امروزه پاپیروس، اسب‌های آبی و لک‌لک ها از بین رفتند و کروکودیل ها هم کم کم به افسانه تبدیل می شوند. اما رود همچنان آرام و متین باقی مانده است. اگر کسی به خوبی از محل ذخایر شنی مطلع باشد می تواند به سمت بالای رود برود. این رود همچنان مهمترین راه تجاری منطقه است. برای رفتن از الاقصر به آسوان قایق بهترین وسیله است که می توان از آن استفاده کرد و همچنین می توان معابدی را که در حاشیه رود هستند دید.
معبد ادفو برای گرامی داشت هوروس ساخته شد که خدای شاهین و پسر ایزیس و اوزیریس است. باستانشناس فرانسوی به نام ماریت این منطقه باستانی را در شرایطی خاص کشف کرد. اولین سنگ در سال 237 قبل از میلاد مسیح کار گذاشته شده بود. بدنها بیش از هر چیز به درستی و با عمق زیاد در سنگ‌ها حکاکی شدند و مجسمه‌های سه بعدی را ساختند. وقتی گردشگران از قسمت پشتی معبد می‌آیند که کاملاً به خدای شاهین یا هوروس اختصاص داده شده، می‌توانند از عظمت دیوار غرب لذت ببرند. درب ورودی اول با ستون‌های 2 متری‌اش بسیار زیباست. برتری اصلی ادفو این است که به گردشگران اجازه می‌دهد تا ببینند یک معبد در اوج شکوهش به چه شکل بوده است. برخلاف کارناک در اینجا همه چیز خوب مانده است، مثل این مجسمه 3 متری هوروس که از گرانیت آسوان است. ورودی اینجا همچون ورودی قسمت پشتی زیباست و از گرانیت‌های مشکی 4 متری در آن استفاده شده است. شنها تا قرن 19 به خوبی از این ساختمان حفاظت کردند و شرایط عالی آن این امکان را فراهم می‌کند تا به طور کامل از آثار باستانی لذت ببریم. سالها دلیل سیل سالیانه نیل یک راز بود. مصریان نمی‌توانستند بفهمند که چطور هرگز باران زیادی در اینجا نمی‌آید ولی سیل به وجود می‌آید. آنها نمی‌دانستند این رود 6500 کیلومتر طول دارد و به قلب پرباران آفریقا می‌رسد. در اطراف رود نیل طبیعت کم و بیش تغییر می‌کند، اما در طول 10 کیلومتر معابد همه جا هستند. معابد کنار نیل به 2 الهه تعلق دارند: هوروس خدای شاهین و سوبک خدای کروکودیل. در آن زمان تصور بر این بود که آبهای نیل در تسخیر این 2 الهه است. ستونهایی که در این منطقه رنگ‌های مختلفی دارند سالم ماندند. از آنجا که معبد به 2 الهه تعلق داشت، برای جلوگیری از حسادت احتمالی آنها، معبد کومومبو را به شکلی کاملا قرینه ساختند که آن را در جهان بی‌نظیر می‌کند. زمانی که شب بر کومومبو مسلط می‌شود، نیل همچنان آرام در حرکت است. روز بعد نیل همچون ربانی در دل کویر حرکت می کند و سرانجام به آخرین اثر باستانی در بندر آسوان می رسیم. این سد طبیعی که اولین آبشار این قسمت می باشد از ابتدای تمدن فراعنه اینجا بوده است و همچنان پابرجاست، اگرچه مصریان آببندهای دیگری نیز بر سر رود ساختند. حالا در ورودی نوبه هستیم که جزایر گرانیتیش در آینه نیل حرکت می‌کنند. این شهر شهرت زیادی در زمینه گرانیت دارد. در زمانهای باستان گرانیت‌های این منطقه از طریق رود مقدس به سراسر مصر فرستاده می‌شد. این گرانیت‌های صورتی نشان می‌دهند که روش‌های مختلفی که برای خدایان استفاده می‌شد همیشه نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت. احتمالاً ترک‌ها باعث شدند که این غول عظیم اینجا رها شود. در همین نزدیکی قبرستانی به نام فاطیمیت وجود دارد که حتی امروز هم مورد استفاده است و موزه نوبه هم در اینجا و مشرف بر تپه‌هاست. وجود چندین مجسمه در اینجا حاکی از وجود تفاوتی عظیم بین هنر نوبه‌ای و مصری است، اما مدل آنها با هم شباهت‌هایی نیز دارند. سر پادشاه تاهارکا در سمت راست قرار دارد که هنرمندان به سختی سنگ را تراشیده و صیقل دادند تا آن را بسازند. در ساحل رود که به سمت آسوان است، عده کمی از روستاییان زندگی می‌کنند. پس از چند ساعت شتر سواری در بیابان‌ها به یکی از بزرگترین معابد مصر یعنی سیمون مقدس می‌رسیم که از میان شراره‌های گرما پدیدار می‌شود. این یادگار بزرگ مسیحیت در اواخر قرن 8 میلادی ساخته شد، اما توسط قبایل محلی به نابودی کشیده شد و در حدود قرن 13 رها شد و به دست طوفان شن افتاد.
اما در خرابه های این کلیسا هم می شود نقاشی تصاویر مسیح و قدیسین دیگر را دید. دیوارهای 7 متری بلندی که دور این کلیسا هستند، وظیفه حفاظت از چند صد راهبی که در این کلیسا زندگی می کردند را داشتند. در کنار انباری‌ها و آشپزخانه جایی که خیلی خوب مانده، اتاق راهب‌هاست که در ساختمان مرکزی واقع شده است. جزیره الفانتین همواره به آسمان مربوط است و سنگ‌هایی که در آن هستند سرشار از سنگ‌نوشته‌های گوناگون است. وقتی به سمت جنوب حرکت می‌کنیم به دنیای ابو می‌رسیم که شهری نیرومند است. یک عملیات باستانشناسی جدید در سال 1968 در اینجا شروع شد، اما هنوز لایه‌های زیادی برای کاوش باقی مانده و عملیات به پایان نرسیده است. معبد الهه کوزه‌گری مهمترین الهه جزیره در خیابان اصلی قرار گرفته که به آن معبد خانم می‌گویند. در پایه شهر باستانی بقایای یک روستای نوبه‌ای قرار دارد. این روستا نزدیک جزیره سهل، تپه گرانیت ها واقع شده است. وقتی کار سد به پایان رسید، دریای بزرگترین عبادتگاه ایزیس یعنی فیلا هم محکوم به نابودی بود. اما سرانجام این مجموعه مذهبی حفظ شد و به جزیره آگیلیکا در نزدیکی آن منتقل و به همان شکل برپا شد. این روش تکنیکی بین سالهای 1972 و 1980 مورد استفاده قرار گرفت. کاراجان در شرق این جزیره قرار گرفته است که نام آن را از امپراتوری گرفتند که این بنای عظیم را ساخته بود. در ورودی آن خشونت طبیعت و سنگ‌های وحشی دیده می شود. در جزیره فیله معبدی وجود دارد که گردشگران می توانند آن را درست به شکلی که در زمان فراعنه بود تصور کنند. این مسئله حیرت انگیزتر می شود وقتی که بدانیم آنها به قرن دوم و سوم قبل از میلاد برمیگردند. نیلومتر در سواحل پشتی آن قرار دارد. این ابزار که در بیشتر معابد وجود دارد برای اندازه‌گیری سطح سیل استفاده می شده که بر حسب آن مالیات را تعیین می کردند. برجی که در سمت راست است برخلاف برج سمت چپی تحت تاثیر خشونت جنبش‌های مذهبی قرار نگرفته است. این معبد توسط قبطی‌ها که در ساخت تندیس خدایان و انجام برجسته‌کاری‌های دیگر مشهور بودند به کلیسا تبدیل شد. بار دیگر در نیل این مناظر را که عملاً هزاران سال است که بی تغییر مانده اند ترک می‌کنیم. سد بلند آسوان دومین ذخیره آب بزرگ جهان را در پشت خود دارد. این ذخیره که دریاچه ناصر نام دارد 550 کیلومتر طول دارد که 150 کیلومتر آن در قلمرو سودان است. این 100 متر را از خشکسالی باز می‌دارد، اما 100,000 نفر نوبه‌ای و 24 معبد به غرق شدن محکوم بودند. 14 معبد نجات یافتند که یکی از آنها در جایی واقع شده که نیل از مرز می‌گذرد، یعنی ابو سیمبل. این ساختمان از بیش از 1000 بلوک ساخته شده بود که برخی بیش از 20 تن وزن دارند. البته بعدها ارتفاع این ساختمان را 100 متر بالاتر بردند تا در برابر یک تپه مصنوعی از آن محافظت کنند. این دو معبد قدرت رامسس دوم را تضمین می‌کنند. معبد نفرتاری بر اساس نوشته‌هایی که روی سنگ فرش‌های آن است گواه یک عشق است. این نوشته‌ها می‌گویند نفرتاری که برای عشق او خورشید طلوع می‌کند. معبد دیگر به هوتور خدای عشق و لذت تقدیم شده و اولین معبدی است که به همسر یکی از درباریان تقدیم شده است. در دهلیز معبد تصویر هوتور در حالی که در بین پاپیروس‌ها قایقرانی می‌کند دیده می‌شود. این معبد بزرگ که 3 غول 20 متری در کنار آن هستند در جهان بسیار معروف است.
بازسازی آن درست از روی نمونه اصلی آن انجام می شود، حتی محل قرارگیری سر واژگون. در کنار پاهای مجسمه‌های قولاسا، مجسمه‌های کوچکتری وجود دارند که خانواده سلطنتی را نمایش می‌دهند. جالب است که این معبد را برای الهه خاصی نساختند، بلکه به افتخار شکوه رامسس ساختند که تصویر خود را در سنین مختلف روی دیوار کشیده است و برجسته‌کاری‌ها هم به شاهکارهای فرعون در جنگ اشاره دارد. در حوالی جزیره گرانیتی آسوان در قلمرو فلوکه، هوای تازه عصرگاهی نشاط‌آور است و قایق‌های لاتین شروع به حرکت در جهت این باد می‌کنند. کویر فضای بین نیل و سواحل غربی دریای سیاه را به خود اختصاص داده است. آنهایی که از سکوت مرگبار این فضای بی‌پایان وحشت می‌کنند می‌گویند که 56,000 کیلومتر مربع کویر بود که هیچ چیزی در آن نبود. شخصی که در کویر قدم می‌زند حس می‌کند که در حال قدم زدن در یک سیاره دیگر است که بر اثر فرسایش هزاران ساله سنگ‌ها به وجود آمده است. بسیاری از گردشگران برای بازدید از شرم الشیخ و مناطق اطراف آن و شیرجه در آبهای زلال آن به این منطقه می آیند. اینجا تفرجگاهی دائمی است، آکواریومی عظیم که خیلی فراتر از انتظارات می رود. ساحلی زیبا با قسمت‌های مرجانی که در آن می توان به کشف موجودات و رنگ‌های بی‌بدیل پرداخت. با اولین شیرجه می توانید جریان‌هایی را که در باغ‌های مرجانی وجود دارد خیلی خوب حس کنید و ماهی‌های رنگارنگ را ببینید. مدت هاست که مسئولان دریا از این محیط زیست آسیب‌پذیر حفاظت می‌کنند. در سال 1983 قسمت وسیعی از منطقه اطراف شبه جزیره رأس محمد را منطقه حفاظت شده اعلام کردند و محل‌های شیرجه زدن را یکسان کردند که به مرجان‌ها آسیبی وارد نشود. نزدیک سطح رنگ‌ها عوض می شود، اگرچه که در عمق آب نیز ناپدید نمی شود. تنها چیزی که برای بازدید از زیر آب احتیاج دارید یک چراغ قوه است. چه از آسمان و چه از لبه یک پرتگاه به دریا نگاه کنید، باراکوداهایی را می بینید که در آب حرکت می کنند. مدتی طول می کشد که بتوانید گوناگونی جانوری این منطقه را درک کنید. در آب و در دمای 25 درجه سلسیوس چشمان انسان مرتباً از یک ماهی به ماهی دیگر خیره می شود. این یک توتی ماهی است. این هم یک زمرد ماهی نفعلون و نگهبانهایش. و اینجا هم یک سفره ماهی خال آبی درخشان. و بعد هنگام غروب از شیرجه و شنای رویایی که همیشه آرزوی آن را داشتید با یک قایق زیبا برمیگردید.
دریای سیاه با جدا شدن شبه جزیره عربستان از شرق آفریقا در 20 میلیون سال پیش پدید آمد. صحراها و کویرها در نهایت به کوه ختم می شوند. رشته کوههایی که همچون زنجیر راه پیش روی کویرها را بستند و رنگ استوا را عوض کردند. شاید عده‌ای به دمای بالای این کویرها فکر کنند، اما کویرهایی که در اطراف خود دریاهای گوناگونی چون مدیترانه در شمال و دریای سرخ در جنوب، کانال سوئز و غیره را می‌بینند، همیشه راه فراری به سمت آب دارند. هزاران نفر از مردم این منطقه به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کنند، خواه در نواری که در غرب است یا در شبه جزیره سینا. این مردم بادیه نشین هستند، اما به نظر می‌رسد که سرنوشت این افراد به این روستا گره زده شده است. سنگ‌ها قلمروها را محدود می‌کنند، همچون نرده‌ای که فضای نامحدودی را محدود می‌کند. شکل اردوگاه عوض شده است، اما هنوز سقف‌ها جدا می‌شوند. دولت تمایل دارد که عشایر ساکن شوند. آنها به شغل‌های ثابت و به خصوص مورد نیاز گردشگری در رفت آمد گردشگرانی که برای شتر سواری و استفاده از طبیعت بکر به این مناطق می‌آیند پاسخ مثبت می‌دهند. حتی در حالی که آنها ماشین‌هایشان را به شتر ترجیح می‌دهند. نعمت الهی دیگری نیز از آسمان فرود آمده است. برج کبوتر و ساکنانش کبوترها که ساختمانی سنتی در تمام روستاهای مصر هستند. کبوتر یکی از غذاهای سنتی خوش‌طعم مصریان است. حدود 70,000 عشایر بین وادیس و کوها زندگی می کنند که اغلب اصالتشان به بادیه نشین‌های شبه جزیره عربستان برمیگردد. در حال حاضر اغلب این افراد در خانه یا در کلبه‌های دائمی زندگی می کنند. در یکی از آخرین چادرها زنان بین دود آتش در حال پختن گرده‌های نان هستند که اساس تمام غذاهای آنهاست. روش زندگی و آشپزی آنها شباهت زیادی به عشایر بختیاری ساکن ایران دارد که تعداد زیادی از آنها نیز یکجانشین شدند. در این سرزمین که سایه درختان نعمت است، عشایر از مدفوع شترها به عنوان سوخت برای آشپزی استفاده می‌کنند. در عرض جغرافیایی 1570 متری و در قلب شبه جزیره سینا حدود 20 کشیش ارتدوکس در کنار عشایر زندگی می‌کنند و سرنوشت خود را با آنها گره زدند. کلیسای کاترین مقدس یکی از مقدس‌ترین مکان‌های مسیحیان است. این کلیسا در زمان امپراتور روم جاستینیان اول در سال 527 ساخته شد. دیوارهای عظیم آن 10 متر ارتفاع و 2 تا 3 متر ضخامت دارند. از اینجا راهها به سمت کوهستان و قله سینا می روند که بسیاری از افراد با ایمان آن را به نام کوه مقدس می شناسند. ایوان بزرگ این کلیسا با صلیب‌های مسیحی مربوط به دوره جاستینیان خود پشت ردیفی از درختان اوکالیپتوس قرار گرفته است. کلیسای جاستینیان جایگاه مرکزی صومعه را اشغال کرده است. قسمت‌های قدیمی‌تر آن به قرن ششم برمیگردد، مثل مجسمه درختان نخل روی ستون‌های گرانیتی. بعد از رفتن گردشگران هنگام غروب آرامش به صومعه برمیگردد.
فرزندان قبیله های عشایر مسلمان که به آنها جبالیا میگویند، به جورج مقدس و کاترین مقدس احترام میگذارند و از گردشگران نیز استقبال میکنند. آنها کم و بیش از دوره جستینیان به زندگی رهبانی گره خوردند. در کنار باغ در پشت دیوارهای بخش غربی ظرف مخصوص نگهداری استخوان‌ها حاوی باقی مانده نسل‌های مردان مقدس قرار دارد، چرا که زمین‌ها محدود هستند و نمی‌توان قبور را تا ابد نگه داشت. این ظروف یاد اهل قبور را از لحاظ روحانی زنده نگه می‌دارد. زندگی ادامه می‌یابد و قضاوت‌ها از روی سنگ‌هایی که در دسترس هستند انجام می‌شود. اما نشانه‌های زیاد دیگری نیز وجود دارند که ته دره‌ها هستند. زیبایی کویر می‌تواند بدون اینکه با شخصیت مقدس آن آشنا شویم نیز ما را حیرت زده کند. گونه‌های گیاهی در تمام شکل‌هایش با وجود تفاوت‌های زیاد همچنان به زندگی ادامه می‌دهند. در برخی نقاط سایه صخره‌ها اجازه می‌دهند که زندگی در پناه این صخره‌ها به دور از انوار سوزان خورشید ادامه یابد. کویرها را سکوت کرکننده‌ای فرا گرفته است، جایی که فراعنه فرستادگانشان را برای پیدا کردن سنگ‌های کمیاب می‌فرستادند. یهودیانی که حضرت موسی علیه السلام آنها را راهنمود کرده بود، 40 سال در خلأ وسیع کویر به دنبال سرزمین موعود بگردند. حضرت موسی علیه السلام روی یکی از این کوه‌ها 10 فرمان الهی را دریافت کرد. اولین دستورات توحیدی در این مکانها متولد شد. این سنگ‌ها همچنان در اینجا خواهند بود. بهترین شکل برای پایان بردن این قسمت از برنامه ایستادن در مقابل خورشید هنگام غروب است. از کنار رود نیل که همچون راهنمای ماست با شما خداحافظی می‌کنیم.